به نام خدا. اژدهایی خرسی را به چنگ آورده بود و می‌خواست او را بکشد و خرس را بخورد. خرس فریاد می‌کشید و کمک می‌خواست. پهلوانی که در آن نزدیکی بود به جلو رفت و خرس را از چنگ اژدها نجات داد. خرس وقتی مهربانی آن پهلوان را دید به پای پهلوان افتاد و گفت: من خدمتگزار تو می‌شوم و هر جا که بروی با تو می‌آیم. آن دو با هم رفتند تا اینکه به جایی رسیدند. پهلوان خسته بود و می‌خواست بخوابد. خرس گفت: تو آسوده بخواب، من نگهبان تو هستم. مردی از آنجا می‌گذشت و از پهلوان پرسید: این خرس با تو چه می‌کند؟ پهلوان گفت: من او را نجات دادم و او حالا دوست من شده. مرد گفت: به دوستی خرس دل مده که از 1000 دشمنی بدتر است. پهلوان گفت: این مرد حسود است. خرس دوست من است و من به او کمک کردم، پس او هم به من خیانت نمی کند. مرد گفت: دوستی و محبت ابلهان آدم را می فریبد. او را رها کن، زیرا برای تو خطرناک است. پهلوان گفت: ای مرد، مرا رها کن، تو حسود هستی و از اینکه خرس با من دوست شده به من حسادت می کنی. مرد گفت: دل من می گوید که این خرس به تو زیان بزرگی می زند. پهلوان مرد را دور کرد و به سخن او گوش نداد و مرد رفت. پهلوان خوابید. بعد از چندین ساعت مگسی بر روی صورت او نشست. خرس مگس را می زد و باز مگس بر می گشت و روی صورت پهلوان می نشست. خرس چند بار مگس را پراند و سعی می کرد او را دور کند، اما مگس نمی رفت. خرس خشمناک شد و سنگ بزرگی از کوه برداشت. همین که مگس روی صورت پهلوان نشست، خرس آن سنگ بزرگ را بر صورت پهلوان زد و سر پهلوان بیچاره را مثل خشخاش کرد. در زندگی هم مهر آدم نادان مثل دوستی خرس است، دشمنی و دوستیش برای او یکی است. دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست. دوستان عزیزم، قبل از شروع داستان دوم، اگر از ویدیو خوشتون اومد و اون رو دوست داشتید و به این سبک محتوا علاقه دارید و دوست دارید که داستان و حکایت‌های جالب بیشتری ببینید، خیلی ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، در اون مشترک بشید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. به محض اینکه ویدیو جدیدی قرار گرفت از اون مطلع بشید و تشریف بیارید اون رو نگاه کنید و از اون لذت ببرید. بریم سراغ داستان دوم. روزی از روزها پیرمرد و پیرزن فقیری در خانه خود نشسته بودند. پیرمرد دستهای خود را به آسمان گرفت و گفت: خدایا، 100 سکه به من برسان. اگر 99 سکه باشد قبول نمی کنم. از قضا تاجری از کنار خانه این پیرمرد عبور می کرد. تاجر این حرف را شنید و پیش خود گفت: حالا من 99 سکه توی دستمال میگذارم و از سوراخ بام به داخل اتاق پیرمرد میاندازم، ببینم پیرمرد 99 سکه را بر میدارد یا نه. تاجر این کار را کرد. یواشکی خود را به بالای بام رساند، 99 سکه از جیبش در آورد، آن را توی دستمالی پیچید و گره زد و آن را از سوراخ سقف به داخل اتاق پیرمرد انداخت. پیرمرد و زنش که توی اتاق نشسته بودند یک مرتبه دیدند دستمالی از بالا پرت شد و جلوی آنها باز شد. پیرمرد دستمال را گرفت و آن را باز کرد و سکه ها را در آن دید. به پیرزن گفت: دعای من مستجاب شده. زن گفت: بشمر، شاید 100 سکه نباشد. پیرمرد گفت: شمردم، 99 سکه است، ولی قبول دارم. پیرزن گفت: خودت گفتی اگر 1 سکه هم کمتر از 100 سکه باشد قبول نمی کنی. شوهر او خندید و گفت: خداوند 1 سکه را هم بابت دستمال حساب کرده است. تاجر که همچنان در پشت بام بود این حرفها را شنید، آهی کشید و پایین آمد و در راه پایین آمدن از پشت بام به این فکر بود که سکه هایش از دستش رفته. پس به در خانه پیرمرد رفت و در زد. پیرمرد با آرامی آمد و در را باز کرد. تاجر گفت: سکه هایم را پس بده. من دستمال سکه ها را از سوراخ بام توی اتاقت انداختم. پیرمرد گفت: چند روز است که دعا می کنم تا خداوند 100 سکه به من بدهد و حالا داده. تو می گویی که پول مال توست؟ تاجر گفت:
بیا برویم نزد قاضی تا قضاوت کند. پیرمرد گفت به یک شرط میآیم. من لباس و کفش و اسب ندارم که تا پیش قاضی بیایم. لباست را به من بده تا من بپوشم و پابرنه هم نمیتوانم پیش قاضی بیایم، پس حداقل کفش خودت را به من بده. تاجر لباس و کفش خودش را به او داد. پیرمرد لباس و کفش تاجر را پوشید و آماده شد. سپس بر اسب تاجر سوار شد و تاجر را بر پشتش سوار کرد و به اتفاق تاجر به نزد قاضی رفتند. تاجر ماجرای 100 سکه را برای قاضی تعریف کرد. پیرمرد از سر جای خود پا شد و به قاضی گفت این تاجر اگر خجالت نکشد میگوید که لباس تن من هم مال اوست. تاجر گفت لباس تنت مال من است. پیرمرد گفت اگر خجالت نکشد میگوید کفش پایم هم مال اوست. تاجر گفت تو دیگر چه آدمی هستی؟ کفش پایت را که من به تو دادم پوشیدی، کفشت مال من است. پیرمرد گفت اگر این تاجر خجالت نکشد میگوید اسبم هم مال اوست. تاجر گفت اسب هم مال من است ای قاضی. بعد پیرمرد به قاضی گفت ای قاضی، دیگر برای این تاجر خجالتی باقی نمانده که نگوید 99 سکه مال من نیست. قاضی که از باطن کار خبر نداشت گول حرفهای پیرمرد را خورد و حکم را به نفع او داد. تاجر بیچاره علاوه بر 99 سکه کفش و لباس و اسب خودش را هم از دست داد. مرد پینه دوزی بود که 2 زن داشت. روبروی دکان او مغازه آهنگری بود که کسب و کار خوبی داشت. آهنگر هر روز می‌دید که پینه دوز از جیب خود دستمالی که در آن نان و گوشت پیچیده شده را در می‌آورد و نان و گوشت می‌خورد. روزی به او گفت تو که 2 تا زن داری، با این کسب و کار ضعیفت چطور هر روز نان و گوشت می‌خوری؟ پینه دوز گفت زنهایم از لج یکدیگر هر کدام سعی می‌کنند از من بیشتر پذیرایی کنند. این است که من هر روز نان و گوشت می‌خورم. تو هم برو یک زن دیگر بگیر ببین چطور از تو پذیرایی می‌کنند. آهنگر رفت و یک زن دیگر گرفت. زن اول آهنگر متوجه شد مدتی است که شوهر او دیر به خانه می‌آید. او را تعقیب کرد و فهمید که زن گرفته است. او را از خانه بیرون کرد. آهنگر رفت به خانه زن دوم. زن دوم هم از آنجایی که فهمیده بود آهنگر از قبل زن داشته او را به داخل خانه راه نداد. آهنگر ناچار به راه افتاد و رفت توی بازار. در یک دیزی پزی نشست، یک دیزی گرفت و خورد. گوشت کوبیده اضافی را هم لای نان گذاشت و پیچید توی دستمال و گذاشت توی جیبش. آهنگر جایی نداشت که برود. به ناچار رفت به مسجد که در آنجا بخوابد. داخل مسجد دید در گوشه‌ای چراغی سوسو میزند. به آن طرف رفت. دید مرد پینه دوز آنجا نشسته است. به او گفت این چه بلایی بود که به سر من آوردی؟ پینه دوز گفت من 6 ماه است که در اینجا تنها زندگی می کنم. خواستم رفیقی داشته باشم و تنها نباشم. حالا نان و گوشتت را آوردی؟ آهنگر گفت بله. پینه دوز گفت خب حالا صبح بنشین و آن را بخور ببین چه کیفی دارد. آهنگر گفت تو که این بلا به سرت آمده بود دیگر چرا مرا دوچارش کردی؟ شب تا صبح زحمت بکشم آن وقت بیایم در خانه دایی کریم بخوابم؟ پینه دوز گفت حالا چند شب را با هم هستیم. تو که پول داری، مهر یکی از زنهایت را بده و راحت شو. اما من بیچاره که پولی ندارم تا زنده هستم باید شبها را در اینجا سپری کنم. خب دوستان عزیزم، این از داستان‌های امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. لطفاً برای شنیدن و دیدن حکایت‌های بیشتر چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید به محض اینکه ویدیوی جدیدی قرار گرفت از اون مطلع بشید و اون رو نگاه کنید و لذت ببرید. دوستان عزیز، ما سعی میکنیم که ویدیوهایی که برای شما عزیزان آماده میکنیم تایمش کوتاه‌تر باشه اما تعداد حکایت‌های بیشتری رو در خودش جا بده تا شما عزیزان بتونید در این تایم کوتاه چند حکایت رو بشنوید و لذت ببرید.
اگر داستان و حکایت خاصی مد نظرتونه یا دوست دارید که داستان و حکایتی رو ما به صورت مصور برای شما در بیاریم، لطفاً اسم اون رو در قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. ما با کمال احترام و افتخار اون رو براتون آماده میکنیم و در کانال قرار میدیم، به امید اینکه شما عزیزان لذت ببرید و راضی باشید. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که برای شما داستان ها و حکایت های جالب و سرگرم کننده فراهم کنیم تا شما عزیزان علاوه بر لذت بردن از حکایت و آشنا شدن بیشتر با تاریخ و فرهنگ، لذت ببرید و سرگرم بشید. سلامت باشید و شاد.